خب موضوع این جلسه بیسیک دیزاین هستش. بریم آشنا بشیم با محیط نرم افزار اگزوکد و ایجاد یک طرح درمان. اول از همه سمت چپ بالا یه راهنمایی داریم که بهمون نشون میده که توی چه مرحله‌ای هستیم و الان باید برای ادامه مسیر چه کاری رو انجام بدیم. Please select the client first. کلاینت نام دندان پزشک هست که اگر توی قسمت کلاینت کلیک کنید میتونید نام دندان پزشکتون انتخاب کنید و پیداش کنید و اگر که میخواید دندان پزشک جدیدی رو ایجاد کنید این گزینه شکل مداد رو بزنید، اسمش رو بنویسید، مثلا دکتر تست. اطلاعات دیگه اجباری نیست ولی اسمش الزاما باید وارد بشه، ولی میتونید برای آرشیو خودتون اطلاعات دیگه مثل زیپ کد و آدرس و زبان و موارد دیگر رو هم وارد کنید. نیرو بزنید تا این دندان پزشک جدید براتون ایجاد بشه و اکسپتش کنید. توی قسمت نیم اسم بیمار رو باید وارد بکنید. همونطور که میبینید توی قسمت راهنمامون بهمون گفته مرحله بعدی وارد کردن اسم بیمار هستش. اسم بیمار هم تست بشه. تکنسین نام تکنسیانی هست که در با نرم افزار کار میکنه، طراحی رو انجام میده. این قسمت الزامی نیست وارد کردن اطلاعاتش. قسمت بعدی نوتس هست، میتونید اطلاعاتی در مورد کاری که دارید انجام میدید بنویسید، مثلا this is this. یا هر موردی که شاید دندانپزشکتون ازتون بخواد اطلاعاتی وارد بکنید، از جمله رنگ بیمار باید به این شکل باشه، بیمار قبلا روکش خاصی داشته، طرح درمان خاصی داره، بایتش آف باشه. همین موارد رو توی نوت که اگر دندانپزشکتون بهتون گفته میتونید توی قسمت نوت وارد بکنید و به یاد داشته باشید. دیتا استاتوس اطلاعات طراحیتون و پروژه که اگزوکد براتون ایجاد میکنه بعد از سیو طرح درمان براتون میاد. قسمت ایندیکیشنال متریال برای وارد کردن طرح درمان هست. روی هر دندانی که طرح درمان بیمارتون هست کلیک میکنید. این قسمت استراتژی‌های مختلف رستوریشن هاتون رو میبینید یا شاید ساب استراکچر ها. من از بالا توضیح میدم. کراون اند کوپینگ برای روکش یا کوپینگ هایی هستش که شرینکیج داشته باشن. پانتیک بیس بدان دندان پانتیک هستش که میتونه آناتومیک باشه یا ریدیوس باشه و شرینکیج داشته باشه و شما بعداً روش پرسرنگ گذاری بکنید. طرحی این لیان لی ها. دیجیتال کپی میلینگ مثلا شما یک روکش وکس داشتید از بیمارتون یا هر نوع روکشی، میخواید اون روکش رو کپی کنید، طراحیش رو دوست دارید، آناتومیش خوبه، همه چیزش عالیه، میخواید اون رو کپی کنید و بیارید داخل اگزوکد، اگر لازمه تغییراتی بدید و همون رو مثلا از جنس زیرکنیات بدید کنید. قسمت دیجیتال کپی میلینگ توی این داستان بهتون کمک میکنه. ریمووبل اپلاینسز هم برای طراحی دنچر ها، پرایمری تلسکوپیک کراون، سکندری تلسکوپیک کراون. مثلا زمانی که این پلنت ها زوایای متفاوتی با هم داشته باشن شما میتونید از پرایمری تلسکوپیک کراون استفاده بکنید تا اینها رو زاویه هاشون رو درست بکنید و همسانشون بکنید، پاراللشون بکنید و بعد از اون سکندری تلسکوپیک کراون یا همون روکشی که باید روی دهان بیمار بیاد میتونه طراحی بشه همزمان و یا اینکه شما پرایمری رو طراحی بکنید، تولید کنید، دکتر از روش اسکن کنه یا قالب بگیره و شما پروتز نهاییشو بسازید. قسمت بار هم برای طراحی بارهای تیتانیومی و ساب استراکچر و گورکوبارد هست. قسمت رزیدوال دنتیشن هم برای انتخاب کردن مشخص کردن آنتاگونیست. اگر کیستون بایت داره شما میخواید روکش آناتومیک طراحی بکنید، فک مقابل رو باید آنتاگونیستش انتخاب کنید. ادجیسنت تو دندون کناری هست. معمولا توی اسکنرهای لاب خیلی به دردتون میخوره که دندونهای کناری رو هم اسکنش داشته باشین چون تا جداگانه بتونید توی اگزو ازش استفاده کنید. رامیتین بریج هم از بریج براتون حذفش میکنه. خب ما میتونیم اینجا یه آفست کپینگ با هم طراحی بکنیم که بیسیک اگزو و
فیچرهای اولیه اگزو رو با هم ببینیم و بشناسیم. قسمت متریالی است که شما برای تولید در آینده میخواید استفاده بکنید. در نهایت این متریال تفاوتی در خروجی که شما میخواید نداره. در واقع هر کدوم از این متریال ها رو انتخاب کنید، پارامترها و آفست و مواردی که در مورد خروجی کار پیش بینی شده متفاوت هست. مثلا مثل مینیمم تیکنس، گپ. ببینید توی این قسمت ها تفاوت مینیمم تیکنس و گپ رو بین مثلا زیرکونیا و PMMA قابل مشاهده هست. توی اطلاعات اولیه متفاوت هستن، در نهایت و در خروجی تفاوتی نداره. میتونیم زیرکونیا رو انتخاب کنیم. قسمت های دیگه آپشنز ها رو بعداً با هم صحبت میکنیم، از جمله بیس های ایمپلنت که میتونن کاستومایز اباتمنت یا اسکرو سمنتد باشن. در واقع اسکرو ریتین به این صورت هستش که کاستوم و روکش با هم یه جوری متصلن، ولی باید بلاک هاشو داشته باشید برای این کار، یا با دستگاهی که احتیاجش هست این رو بترکید و تولید کنید. آن سابستراکشن اسکن هم که یه مثلا بیمار یه تورنتو بریجی سابستراکچری باری چیزی داره، میخواید یه اسکن اضافه بهش به نرم افزار اگزوکدتون بدین و توی طراحیتون ازش کمک بگیرید. ادیشنال اسکنز اگر بیمارتون قبلا یه دندانش رو داشته و تراش ندادین، شما میخواید روکشی که میسازید دقیقا شبیه همون باشه، از ادیشنال اسکن از قسمت پری آپ مدل استفاده میکنید. در واقع اسکن پری آپ بیمار رو هم وارد میکنید تا توی نرم افزار روکشتون رو با اون اداپت کنید. اکسترا جینجیوا اسکن اسکن اضافه ای از لثه هست که عمدتاً یا برای بحث طراحی کاستومایز اباتمنت ها یا برای کیس هایی که جینجیوال ماسک دارن به دردتون میخوره. موارد دیگه هم آپشنال هم مثل تعیین رنگ و موارد دیگه که اگر احتیاج بشه توی قسمت توس شید میتونید انتخابش کنید. اسکن مود هم انواع مودهای اسکن هست. وقتی شما آفست طراحی میکنید در واقع بایت زیاد اهمیتی پیدا نمیکنه، چون آناتومی خاصی ایجاد نمیکنید و یه ضخامت رو فقط روی دای یا دندان تراش خورده میارید. بنابراین توی این قسمت فقط یک نمونه ازش میبینید که وانستون مدل آنلی هستش. اگر من طرح درمانم رو کوپینگ یا آناتومی کراون، چیزی که احتیاج به بایت هم داره، انتخاب کنم و فک مقابل رو هم آنتاگونیست بذارم، البته توی همون قسمت هم آنتاگونیست بذارم، توی قسمت اسکن مودهای مختلف اسکن رو مشاهده میکنید. وانستون مدل آنلی که منظورش اینه که فقط یه اسکن رو برای من لود کن توی نرم افزار. توی سون مدل این اوکلوژن، یعنی هر دوتا مدل رو داریم، اوکلوژن هم هست. البته میتونید از دیجیتال ایمپرشن اسکن هم توی این قسمت استفاده بکنید. بعضا ممکنه خروجی که از اسکن میگیرید بهتون خروجی هایی که میده باید فک بالا فک پایین بایت بشه و توی بعضی از اسکنرها خروجی مشخصا بایت رو نمیده، مثلا مثل کیر استریم توی خودش پیشفرض داره. ممکنه دیجیتال ایمپرشن اسکن رو بزنید نتونه بایت رو براتون لود بکنه، این امکان همیشگی نیست. از آرتیکولاتورهای خاص هم میتونید برای قسمت ویرچوال آرتیکولاتورتون استفاده بکنید که برای تنظیم بایت میتونه استفاده بشه توی سون مدل ایناکولوژن. خب ما الان اینجا طرح درمانمون رو انتخاب کردیم، اما میبینید قسمت اکشنز که دیزاین و مدل و طراحی موارد مختلفه برای ما غیر فعاله. برمیگردیم به راهنما، میگه که پروژه‌ای که تعریف کردی رو سیو کن تا قسمت اکشنز فعال بشه و بتونیم به مرحله بعدی بریم. به محض اینکه اینجا من سیو رو بزنم شما میبینید که یه پروژه توی قسمت دیتا اند استاتوس تعریف میشه. پروژه بیمارتون اگر گزینه اوپنینگ اکسپلورر رو بزنید یه پوشه برای این بیمار ایجاد میکنه که طرح درمان پروژکت بیمار رو براتون
لود میکنه که حالا بعدا از این پروژکت میتونید توی نرم افزار اگزوکد توی سیستم های دیگه هم استفاده بکنید و قسمت اکشنز هم فعال میشه. اگر که اسکنرتون رو بایند کرده باشین به اگزو، توی قسمت اکشنز یه علامت اسکن هم میاد که شما میتونید اول کیستون رو اسکن کنید و بعد برید سراغ بحث طراحیش. اما خب من چون عمدتاً اسکنام دیجیتال هستش و اورال اسکن برام میاد، قسمت اسکنز رو فعال نکردم، در واقع بایند نکردم اسکن رو با اگزو کردم. و بعد از اینکه اسکن ها رو لود کردید به سیستم، میتونید گزینه دیزاین رو بزنید تا وارد طراحی طرح درمانتون بشید. قسمت مدل کریئتور برای طراحی مدل هست. در واقع به جای قالب گچی شما بتونید مدل های پرینت شده رو طراحی کنید و در نهایت پرینتشون کنید. مانیفکتچر یه نرم افزار اگزوکم هست. معمولا میلینگ ها، 3D پرینتر ها همشون نرم افزار کم خودشون رو دارن. کم مخفف کامپیوتر ایدد مانیفکتچرینگ بود، قبلا ما هم صحبت کرده بودیم که میتونید از اون قسمت استفاده کنید. البته وقتی دستگاه خودشون نرم افزار کم خودشون رو دارن، خیلی استفاده ای از قسمت مانیفکتچر نمیشه یا من ازش استفاده نکردم. دنتال شیر هم که برای شیر کردن پروژکتتون بین اگزوکدهای مختلف هست. همین فایل پروژه رو میتونید برای کسی دیگه ای بفرستید و ازش استفاده بکنید. میتونید کپیش کنید، طرح درمانتون رو پرینت کنید. ستینگ تنظیمات مربوط به اگزو رو براتون میاره. تو این قسمت میتونید تنظیمات مختلف رو از جمله اینترفیسش لایت باشه، دارک باشه، زبانی که داشته باشه چی باشه، نوع شماره گذاری چی باشه. ما اینجا شماره گذاری FDI رو داریم که کوادرانت ها رو تقسیم کرد و هر کوادرانت رو 8 واحد دندان بهش داد. و قسمت های مختلفی که میتونید ازش استفاده بکنید اگر احتیاجی بود. بهتون این موارد رو بازم بیشتر توضیح میدیم، مثل گرید لاین ها. اینها رو هم میتونید وارد نرم افزارتون بکنید که خیلی کمک کننده است. About هم ورژن نرم افزارتون رو براتون میاره. حالا من توی آموزشام از ورژن 3 گالوی شروع کردم. در آینده آپشن های دیگه، نرم افزارهای رسفینا و نسخه های دیگه که اومده رو خدمتتون توضیح میدم که چه مواردی به این اضافه شده. ما از ورژن 2 شروع نکردیم چون ورژن 2 خصوصیاتی مثل اسمایل دیزاین و بعضی از موارد مثل آرتیکولاتور، ویژوال آرتیکولاتور رو نداشت. از این ورژن شروع کردیم. من توی این جلسه توضیحات در مورد ایجاد طرح درمان رو خدمتتون توضیح دادم. یه نکته دیگه، زمانی که شما طرح درمانتون رو انتخاب میکنین، میخواید دندان چهارراه رو هم جزو این طرح درمان انتخاب بکنید. لازم نیست برید و همین طرح درمان رو دوباره وارد بکنید توی قسمت پروژکت. میتونید کلید کنترل رو بگیرید و روی دندان چهارراه کلیک کنید که طرح درمان براتون کپی بشه. یا اگر که میخواید یه مسیری مثلا از 25 تا 16 همه بیج بشه، همه به عنوان آفست مشخص بشن، میتونید گزینه شیفت رو بگیرید و روی اون دندانی که میخواید کلیک کنید. اینجا چون من قبلتر 14 رو کلیک کردم تو حافظه مونده و بریج رو تا 16 برام آورد. یک بار دیگه تا 24 بزنم، دندون های فیمابین رو برام طرح درمان رو کپی میکنه. این دایره‌های خالی که بین دندون‌ها پدیدار میشه و اگر روش برید براتون نوشته کانکت دیز تیث، در واقع کانکتور ایجاد میکنه بین دندان‌ها در آخر طراحیتون و میتونید دندان‌ها رو به هم وصل کنید و کانکتورتون رو طراحی کنید رو یک بریج بسازید. خب من چون تغییر دادم توی طرح درمانم، یه بار دیگه باید سیو رو بزنم تا بتونم ادامه بدم و پروژم و طرح درمانم یه بار دیگه سیو بشه.